در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 میلادی موج انقلابی بزرگی شکل گرفت که انقلاب‌های 1989 رو شکل داد و منجر به فروپاشی حکومت‌های کمونیستی در اروپای مرکزی و شرقی و فراتر از اون شد. این موج انقلابی جنبش‌ها و انقلاب‌های سیاسی متعددی رو با شدت‌ها و اثرهای مختلف در بر گرفت که تعدادی از این کشورها شامل چین، لهستان، مجارستان، آلمان شرقی، رومانی، یوگسلاوی و آلبانی بودند. اما یکی از عجیب‌ترین و سریع‌ترین انقلاب‌های تاریخ در کشور رومانی اتفاق افتاد. انقلابی که شروع تا پایانش فقط 9 روز طول کشید. دهه 1980 دوره افول و رو به سقوط رفتن شوروی بود و رفته رفته هر سال حزب کمونیست و اتحاد جماهیر شوروی که رئیس اونها بود ضعیف‌تر میشد. دلیل اصلی جدایی کشورها هم چیزی نبود جز فقر و وضعیت اقتصادی بسیار بد. توی این کشورها فقط یه عده از اعضای حزب کمونیستی اوضاع خوبی داشتن و بقیه افراد و مردم معمولی فقیر بودن. می‌خواستن از این ایدئولوژی خلاص بشن. قبل از اینکه سراغ ادامه ویدیو بریم، لطفاً کانال ما رو اگه سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله کنار اون رو هم بزنید. امپراتوری سرخ از 15 کشور تشکیل میشد، اما توی این 15 تا کشور جمهوری سوسیالیستی رومانی از کشورهایی بود که با 14 کشور دیگه کم تفاوت داشت. رهبر رومانی فردی بود به نام نیکولای چاوشسکو. چاوشسکو رهبری رده بالا با نفوذ زیاد در مسکو بود و یه جورایی معتمد و نماینده ویژه و محبوب مسکو هم محسوب میشد. به همین خاطر رومانی از بقیه بخشای اتحاد جماهیر شوروی استقلال بیشتری داشت و اختیارات بیشتری بهش داده بودند. یکی از نشانه‌های محکم قدرت بالای چاوشسکو تصرف مولداوی با این ادعا بود که چنین کشوری اصلا وجود نداره و از ابتدا برای رومانی بوده. در عین حال مسکو شدیداً از این آزادی عمل و قدرت چاوشسکو احساس خطر و نگرانی میکرد که مبادا از اونها روی برگردونه. اما با در نظر داشتن این نکته که تمام کارهای چاوشسکو در راستای پیشبرد اهداف و گسترش کمونیست در منطقه است، احساس آرامش میکردن و اجازه میدادن چاوشسکو به روند خودش ادامه بده. اما با رسیدن دهه 80 میلادی اوضاع کاملا متفاوت شد. روز به روز تعداد افراد ضد کمونیست زیاد و زیادتر میشد، چرا که فقر قسمت جداناپذیر زندگی مردم شده بود و بیشترین آمار نارضایتی در بین حکومت‌های کمونیست به کشور رومانی تعلق داشت. علیرغم اینکه مردم رومانی ناراضی‌ترین مردم در بین کشورهای مختلف از این اوضاع بودند، قدرت بالای چاوشسکو مانع از تغییر وضعیت این کشور میشد، چرا که هر اقدام و تظاهراتی رو شدیداً سرکوب و در نطفه خفه میکرد و از ابتدای شروع تظاهرات که از شهر تیمیشوارا شکل گرفت به ارتش رومانی دستور شلیک مستقیم به مردم ضد کمونیست رو صادر کرده بود، به طوری که طبق آمار و اخبار در 9 روز آخر حکومت چاوشسکو تقریباً 7000 نفر توی خیابونا جونشون رو از دست دادن. جالبه بدونید که در اون دوران و در تاریخ 16 دسامبر سال 1989 میلادی، در حالی که چاوشسکو احساس خطر میکرد و شرایط بدی رو میگذروند، شدیداً دنبال راهکاری برای جلب رضایت مردم و ساکت کردن اعتراضات بود. پس با همسرش به کشور ایران سفر کرد، اما نمیدونست که این آخرین سفر زندگیش خواهد بود و در 18 دسامبر 1989 با هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران دیدار کرد. تصور چاوشسکو این بود که با بهبود وضعیت اقتصادی میتونه مردم رو ساکت کنه. به نقل از رسانه آمریکایی، اون از رفسنجانی درخواست وام میکنه و بعد از 3 روز در تاریخ 21 دسامبر 1989 از تهران به پایتخت رومانی یعنی بخارست برمیگرده و با مردمی خشمگین‌تر از قبل مواجه میشه. با خودش تصمیم میگیره که طرفدارای کمونیستش رو برای سخنرانی جمع بکنه، اما خبر نداشت که چه اتفاق مهمی در انتظارشه. همچنین از اونجایی که به سیستمی که چیده بود اعتماد خیلی زیادی داشت، برای عادی سازی و به رخ کشیدن قدرت بدون پشتوانه اجتماعیش اجازه پخش سخنرانیش به صورت زنده رو هم از تلویزیون صادر کرده بود. چاوشسکو در اجتماع بیش از 100,000 نفری مردم در ابتدا با زبانی نرم سعی میکرد که از دستاوردهای شوروی و پیشرفت‌های حکومت سوسیالیستیش بگه و بعدش هم دشمنان رو به تلاش برای خدشه وارد کردن بر استقلال کشورش متهم کرد. بخشی از مردم ابتدا تشویقش میکردن، اما بعد از مدتی بخش اعظم مردم برای لحظاتی سکوت کردند. با ادامه پیدا کردن صحبت‌ها و وعده‌های چاوشسکو، مردم شروع به اعتراض کردن و شعارهای مرگ بر دیکتاتور سر دادن. با این اتفاق اعتبار و آبروی دیکتاتور رومانی در سطح بین‌المللی از بین میره و همه دنیا متوجه میشن که حتی هواداراش هم به اون پشت کردن و دیگه کسی اون رو نمیخواد. این سخنرانی در حالی انجام شد که یگانهای ارتشی برای سرکوب مردم معترض به تیمیشوارا یعنی محل جرقه اعتراضات فرستاده شده بودند. از تیراندازی به مردم خودداری کردند و در اقدامی خودمختارانه
همه پادگان‌ها رو ترک کردند. فردای اون روز اعلام کرد که وزیر دفاع خودکشی کرده، اما به نظر می‌رسید وزیر دفاع در مقابل سرکوب مردم مقاومت کرده و به همین علت حذف شده. در نتیجه شعله‌های اعتراض بار دیگر روشن شد و وضعیت فوق‌العاده توی شهر اعلام شد و به شدت شلوغ شد. چاوشسکو و همسرش با هلیکوپتر از کاخ ریاست جمهوری فرار کردند. یون ایلیسکو یکی از اعضای حزب کمونیست بود که جانشین چاوشسکو میشه، اما ایلیسکو به شدت چاوشسکو طرفدار این حزب نبود. خلبان چاوشسکو رو متقاعد میکنه که احتمال موشک زدن و ساقط کردن بالگرد وجود داره و به زمین میشینه. این در حالی اتفاق افتاد که خلبان کاملا از اخبار انقلاب آگاه بود. محافظین چاوشسکو می‌خواستن اون رو به جای دورتر و مطمئنی ببرن که با پیشنهاد راننده به مکان امنی منتقل میشن و راننده در رو روی اونها قفل میکنه و به ارتش اطلاع میده. سرانجام ارتش رومانی چاوشسکو و زنش رو دستگیر میکنه و در دادگاه نظامی تشکیل شده به چاوشسکو زیاد اجازه حرف زدن نمیدن و میگن که ما همه چیز رو میدونیم. پس با کمترین اتلاف وقت اون و همسرش رو به خائنان مردم رومانی خطاب میکنن و محکوم به اعدام میشن. ساعت 3 بعد از ظهر همون روز مأمورا چاوشسکو و همسرش رو با چشمان بسته به بیرون میبرن و در حیاط پشت سالن دادگاه به رگبار گلوله میبندن. با این اتفاق حکومت 42 ساله کمونیستی تو این کشور پایان پیدا میکنه و 2 روز بعدم فیلم این اعدام در تلویزیون رومانی پخش میشه. بنابراین این دیکتاتور تنها توی 9 روز از اوج قدرت به رگبار گلوله رسید و با رسوایی و بدون محبوبیت مردمی کشته شد که از این جهت جزو عجیب‌ترین و سریع‌ترین انقلاب‌های تاریخ محسوب میشه. مرگ چاوشسکو و حکومتش برای شوروی ضربه بزرگی محسوب میشد و این امپراتوری رو متزلزل‌تر از قبل کرد. بعد از اعدام چاوشسکو و همسرش، جانشین اون مقصر تمام مشکلات رو چاوشسکو اعلام میکنه و همچنان معتقده که کمونیستی باید ادامه پیدا کنه. اما مردم کوتاه نمیان و اعتراض میکنن تا اینکه ایلیسکو قبول میکنه که مشکل رومانی به خاطر کمونیست بودن اون هم هست. در 20 ماه می 1990 در رومانی انتخاباتی برگزار میشه و ایلیسکو رسما با رأی مردم رئیس جمهور میشه. بعد از انتخاب شدنش هم در اولین سخنرانیش خبر از کمونیست نبودن کشور میده و از پیش گرفتن رویه کپیتالیست یا بازار آزاد خبر میده. جالبه بدونی که در تمام کشورهای کمونیستی که انقلاب شد اعضای حزب کمونیست رو به نحوی حذف می‌کردن. حالا یا از مسئولیت و قدرتشون عزل می‌شدن یا زندانی و اعدام می‌شدن. اما از اعضای حزب کمونیست رومانی فقط چاوشسکو و همسرش رو اعدام کردن و بقیه اعضا با تغییر عقیده به زندگیشون ادامه دادن. اما آیا مردم تنها توی 9 روز و با دست خالی و بدون حمایت این کارو کردن؟ به نظر شما میشه دیکتاتور پرقدرت و با نفوذ بالا رو در 9 روز پایین کشید و اعدام کرد؟ پس چرا جورج بوش در سال 2002 و قبل از حمله به عراق صدام رو تهدید میکنه و خطاب به اون میگه که کاری که با چاوشسکو کردیم رو سر تو هم میاریم؟